در بنی اسرائیل یک عاشق الله جل جلاله بود. آن در بین بحر در یک خشکی برای عبادت الله یک خانه ساخت و در همان خانه 400 سال الله را عبادت کرد. همراه کسی معامله نداشت، با کسی هم داد و گریفت نداشت که وقتش را بهوده صرف کند. خلاص همیشه در ذکر الله مشغول بود. روز دعا کرد که یا الله، اگر در سجده جان دادن ممکن باشد مرا در سجده جان دادن را نصیب فرما. الله جل جلاله دعای این شخص را قبول کرد و در حالت سجده جانش را گرفت. برادران عزیز، در حالت سجده جان دادن به الله یکی از علامتهای خوشبختی است و هر کس را این قسم مرگ میسر نمی شود. بنابراین این شخص خیلی خوشبخت بوده است که بعد از 400 سال عبادت الله باز در حالت سجده جان داده است. وقتی که فرشته ها عمل این شخص را پیشکش کردن نزد الله جل جلاله، الله رب العزت حکم کرد فرشته ها را که این شخص را به فضل من داخل جنت کنید. این شخص گفت پروردگارا به سبب عملهایم. باز الله گفت به فضل من این شخص را داخل جنت کنید. این شخص باز گفت پروردگارا به سبب عملهایم. من 400 سال عبادت کردم تو را. وقتی که این شخص دوم بار این سخن را تکرار کرد، الله جل جلاله فرمود به فرشته ها این طور باشد 400 ساله عبادت این شخص را حساب و کتاب کنید در مقابل نعمتهایی که من به این شخص عطا کرده بودم. در بخاری شریف آمده است که وقتی فرشته ها حساب و کتاب کردند 400 ساله عبادت این شخص حتی برابر به بینایی چشمانش نشد. یعنی 400 ساله عبادت همین شخص حق نعمت بینایی که الله در چشمان گذاشته است ادا کردن نتوانست. سپس الله متعال فرمود بنده من، این همه عبادت تو نعمت بینایی چشمانت را ادا کردن نتوانست. من برای تو بسیار نعمتهای دیگر هم عطا کرده بودم، تو حق آنها را ادا نکرده ای. بنابراین برید این را دوزخ. وقتی که حکم الله جل جلاله شد، فرشته ها این شخص را طرف دوزخ کشیدند. این شخص گریه کرد و گفت یا الله، به فضلت مرا جنت عطا کن. الله مهربان را رحمش آمد، فرمود این شخص را به فضل من داخل جنت کنید. الله مهربان همه ما را به فضل و کرمت داخل جنت بگردان. آمین. برادران عزیز، این نوار را نشر کنید، زیرا اینکه سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.